خیمه خداوند. بعد از آن که خدا به اولاد ابراهیم قانونهای خود را داد، یک چند وقت گذشت، اما آنها به قانونهای خداوند رعایت کردن نتوانستند، چون که برایشان با قوت خود اجرا کردن قانونها ناممکن بود. برای همین اولاد ابراهیم بسیار وقت گناه می کرد. آنها از خدا شکایت کرده گناهشان را زیاد می کردند و از خدا دور شدن می گرفتند. در همان زمان آنها در کوه سینا در خیمه ها زندگی می کردند. یک روز خدا موسی را جیغ زد. او به موسی فرمان داد که خیمه سازد. خداوند خواست که دائما همراه خلق خود باشد. خدا خیمه را خیمه واخوری نامید، چون که آدمان می توانستند که در آنجا با خدا واخورند. موسی گفته های خداوند را به آدمان رساند. همه آدمان جواهرات، متاعهای قیمت بها و مواد زیاد برای ساختمان خیمه جمع آوردند. آدمان چیزهای خود را با دلی گشاد می دادند و مقدار مواد ساختمانی که جمع شده بود از حد زیاد شد. آنها چطوری که خداوند فرموده بود خیمه را ساختند. موسی تمامی کار را از نظر گذرانید و به آنها دعای برکت داد. بعد ابر خیمه را پوشاند و نور خداوند آن را پر کرد. این خیمه واخوری در بین اولاد ابراهیم خانه خداوند شد. خدا مردان مخصوص را انتخاب کرد که فقط آنها می توانستند به خیمه یعنی به حضور خداوند درآیند. این گونه مردان کاهنان نامیده شدند. کاهنان بین خدا و خلق او همچون میان رو حساب می شدند. خدا فرمود که آنها پاک و با طهارت باشند، چون که خیمه جای مقدس بود. از برای محبت بی پایان خداوند نسبت به آدمان، او به آنها راهی از گناه تازه شدن را نشان داد. خدا به آنها فرمان داد که برای گناههایشان قربانی کنند. گناهکاران قربانیهایشان را به درآمدگاه خیمه باید آورده می کشتند. وقتی که آنها بره قربانی می کردند، دست خود را به سر آن باید می گذاشتند. همین طور خداوند گناه آنها را به بره بی عیب می گذرانید و بره بی عیب تمام گناه های گناهکار را به خود می گرفت. بعد کاهنان قربانی گناهکار را به خیمه یعنی به حضور خداوند در آورده باید می سوزاندند و خدا گناه گناهکار را می بخشید. آدمان گفته های خداوند را همان طوری که او فرموده بود اجرا کردند. کاهنان هر روز در خیمه وظیفه خود را اجرا می کردند. آنها این کارشان را تا آخر حیاتشان دوام می دادند. موافق فرمان خداوند کاهنان وظیفه‌شان را به اولاد خود می سپاریدند.